آیفون 16 پرو رنگ دیزرت حافظه 256 رجیستر شده هم هست. برای تشخیص اصالتش اپل چند تا گزینه براتون گذاشته که حالا خودتون دم دست‌ترینش اینه که این نوشته ها لیزری، الان دستم بکشید شما برجسته است. مرحله بعدی اینه که شما اگر یه لامپ یووی بتابونید اینجا یه بارکد مشخص میشه، این بالا هم یه بارکد داره، یه لوگوی اپل هم اینجاست که رفته الان زیر این استیکره نمیشه نمایش داد. راهی که دیگه خیلی قطعی میتونید باش مطمئن بشید اینه که سریال دستگاه تو سایت چک کاوریج اپل ببینیم که دستگاه نات اکتیوه. یه سریال اینجاست با LV شروع میشه، اینو برای من بخونید اینجا بزنم. این سریال نامبر دستگاه. خب الان این اصالت دستگاهتون تو سایت اپل تایید میشه، اونجا ببینید میزنه activate your device، داره میگه که دستگاهتون رو اکتیو کنید، یعنی اینکه این دستگاه تا به حال روشن نشده، توی شبکه اپل نیومده. بعد از اینکه دستگاه روشن بشه حدودا نیم ساعت بعد دوباره که سریال رو اینجا بزنیم میگه که دستگاهتون توی این تاریخ اکتیو شده، گارانتی بین المللیش از این تاریخ فعال شده. مبارکتون.